tak. خب شروع کردیم. چقدر تماشاگران داریم که همین سیلکش رو به من روان کن بر صفحه خود پست کنم. خب شروع شده است محترم تماشاگران. اینجا من ندیده ایستادم کسی را. خب یک minut och där 0:00. من سیلکه در اینجا настройка میشکلتی این یعنی buraya neymiş ki buraya tıkladım. Mana odan plus. Mana این سیلکه. Так, копировать. بعد کجا میکنم اینا؟ من در اینجور در کنم. چات. گده چات؟ چات اینجا وجود نداره. این نیست. دلیتش کن. نه. اون چیز من پدلیت سای من نرفت. Io mucho tornarlo in poche di un mucho na fare. Io mucho tutte na vanisa. یک تماشاگران داریم. Sasha kan sluta. نه. این سیلکه را من روان کنم بر فیسبوک. Давай. İnsan cevap roman kadar. Çıban roman kadar mı oluyor? نیست در messenger نیست. Ne давай. WhatsApp. خب دو تماشاگران داره. 4 minut вже رفته است پس. دو تماشاگران داره. این 4 minut چقدر کار کردم میشه. کار به شما گفتم دیگه. خب من چی بگویم آدم اینجا که نباشه. بود تکرار میکنه. خب خب سلام علیکم دوستان عزیز. خب الان تماشاگران در این کانال رو نداریم و امیدوارم که به تدریج تعداد ما بالا می رود. حاضر از شما هم دعوت میکنیم که همین نوار رو به دیگران پخش کنید، چون که
گفتنی های مهم هستند و میخواستم که با شما در طول چند دقیقه همین خب از واقع ناخوشی که در بدخشان رو داده است صحبت کرده باشیم. همین الان خبر یافتم که تمام علاقه باز در بدخشان قطع شده است و این باعث نگرانی بیشتری می شود و امروز ساعت 12 روز به فکرم با وقت دوشنبه در بدخشان از طرف مقامات قدرتی، از طرف کمیته دولتی امنیت ملی و پروکراتور باز به یک اغوای دست زدند و در ناحیه روشقلا خب جوانی که هنوز 30 ساله هم نبود و خیلی جوانی که خیلی غیور و خیلی خوب یک ورزشکار امیدبخشی بود باز به شهادت رسوندن و در شبکه ها سوال ها میشن که این چی رخ داده است، این تنجی بود، چی گپ شد. من با یک برادر روزنامه‌نگارم گفتم که در بدخشان یگان روز از تنجی در بدخشان از سال 1992 تا 2021 یگانه نسبتاً سالهایی که ما شبانه خواب میکردیم این از سال 99 تا سال 2006 بود. تا سال 2006 بود که ما کمی آرام نفس می گرفتیم و نسبتاً امید به آینده کشور پیدا شده بود و هر سال یگان واقعه رو می‌کرد. از سال 2018 به این سو بعد اونی که رحمانوف آمد و خب دعوت کرد که با تمام نیرو نظام را در اینجا جاری کنه، از همان روز اعتباراً فاروق به یک منطقه در تاجیکستان مبدل شد که این مانند به آن بود که خب یک لشکر اجنبی به کشور آمده است و مردم تهجویی را خب زیر کنترل در آورده است و یک پلیسای خود را در اونجا به حیث رئیس جایگزین کرده. دیگر از این مردم در عموم از اعتماد این مقامات بیرون هستند، یعنی مقامات به این مردم اعتماد ندارد و امروز که یک جوان بدخشانی را به شهادت رساندن و مردم به میدان ریخت، اینها آمدن باز عاجلا هنوز مردم به میدان با امان میت نرسیده، اینها بالای کوه در گرد و اطراف شهر خروخ به کوه برآمدن و آمادگی میگیرن که از آنجا باز با سنایپرها شکار مردم را شروع کنند. در سال 2012 اکثریت شهیدانی که سال 2012 دادن در همون شبی که گویا جنگ بود، باور کنید اکثریت کل اونها مردمان آسایشته که یکی به قضای حاجت برآمد تیر خورد، دیگری طهارت کرد تیر خورد، سومی خب از حس کنجکاوی
تریزه بالکونش رو هوی کرد، تیر در پیشونیش بود و همین خیل اکثر مردم از طرف همین سنایپرهایی که اونها طبق خب رجای طبق نظام داخلیشون اونها هر چیزی که حرکت میکند برای اونها اون تعدید حساب میشود و اونها از طبق قانون حربی اونها باید تیرخوری کنند و امروز باز هم اونها رو به کوه ها برآوردند و این از آن دلالت میدهد که واقعا سال 2012 که محمد باقر اینا رو اجنبی گفت، واقعا اجنبی بر این نمیگویم که اجنبی منطقه دیگر به بدخشان نه، اجنبی به تاجیکستان وارد شده است، یک لشکر اجنبی به تاجیکستان وارد شده است و مردم تاجیک را ترور کردن و امروز اینها باز ارتش را به کوه تل خروغ بالا کردن. از یک طرف میخواهند مردمی که به نشان اعتراض امروز در مرکز شهر خروغ جمع شده ایستادن اونها را ترسانند و از طرف دیگر انتظار دارند که در اینجا باز یک درگیری به وقوع میپیوندد و آمادگی جنگی میگیرند و اگر گزارش مرکز مطبوعاتی پروکراتور گنرالی رو امروز ورق زنه، خب باز شروع کردن رنگی که اون چیزی که میگویم اجنبی، رنگی که لشکر اجنبی امروز باز سر کردن، هنوز یگان چیز رو تحقیق نکردن، سر کردن مردم را جنایتکار اعلام کردن. اینا آمدن در بیانیه رسمی خود پروکراتور گنرالی، اگر این یک مفتش می بود، اگر این یک خب کارمند قطاری می بود، اگر این حتی یک رهبری فرض کرده شعبه کارهای داخلی یا ریاست کارهای داخلی می بود و با چنین یک اشتباه دست میزد راه میداد، من میگفتم که خیلی انسان است اشتباه میکند، لیکن اگر پروکراتور گنرالی به قرار سود آدما را جنایتکار اعلام کند، یعنی در بیانیه‌اش پروکراتور گنرالی میگه که امین آدم با خاطر فلان جنایت ها در پیگرد قانون قرار داشت و چون رفتند او را بازداشت کردن مقابلت نشان داد و از مکان و زخم برداشت و از مکان این جنایتکار ما تپانچه را با 5 تیر پیدا کردیم. یک تپانچه با 5 تیر این بود است مقابلت. این تپانچه را با 5 تیر البته که پیدا میکنند، ما در خاطر داریم چقدر آدم ها را بعد کشتن سلاح به دست میکنند و خب شاید مواد مخدر هم میپرتویند در خونهش میوبند و امروزها باز میخواهند این جوان را که او را به طور خیلی خب نامردانه به شهادت رسوندن، باز میخواهند خود او را، نه فقط خود او را، تمام بدخشانی ها را باز امروز همچون یک گروه متشکل جنایی قلمداد کرده، ارتششان را به تل و تیپه های شهر خروغ برداشته. چی ضرورت است همین ارتش را به تل و تیپه برآوردن؟ عموما چی ضرورت بود در قلمرو ولایت، در قلمرو شهر خروغ پست های نیمه حربی گذاشتن، یعنی پستگاه ها در درآمدگاه شهر از 4 طرف، پستگاه ها در درآمدگاه هر ناحیه، پستگاه های نیمه نظامی، آدم ها زره پوش، آدم های زره پوش. این چی معنا دارد؟ یعنی اگر شما در بدخشان
وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده باشید و طبق نظام وضعیت فوق‌العاده عمل کردنی باشد، شما حق دارید در کجای خواهید پاسگاه نظامی مانید، در کجای خواهید خب دیگر پاسگاه ها گذارید و به گفت روسا رژیم پاسپورتی اعلام کنید و مردم ها را خب مردم در خانه خود هم با پاسپورت میگردند، یکی در خانه مردم هم میدروید. یعنی این رژیم نظام وضعیت فوق‌العاده. اگر وضعیت فوق‌العاده اعلان نشده باشد در ولایت مختار کوهستان بدخشان همچون دیگر منطقه تاجیکستان ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان عمل میکند و در اینجا مقامات کنستیتوسیونی به مانند جماعت ها، حکومت های مقامات محلی، حکومت دولتی شهر و ناحیه و ولایت عمل میکنند و عمل آنها را هیچ یک نهاد دیگر حق ندارد غصب کند، یعنی حکومت رو. امروز از سال 2018 به این سو، بلکه از سال 2012 به این سو در بدخشان از طرف کمیته دولتی امنیت ملی کلا غصب حکومت دولتی را شاهد هستیم و امروز ساختارهای قدرتی، وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، اینها یک گروه های خب متشکل جنایی هستند که سلاح به دست گرفته خانه به خانه می درآیند. در امروز الکی در خانه ما آمدن ما را از تیر از سرمون تیر خالی میکنند و یگانه گناه این جوانان چی است؟ اینها زندگی در وطن را انتخاب کردند. اگر باور کنید به مانند همین جوان چندین صدها جوان رو میدونم که وطن را محض به خاطر همین فشار و تعقیب و تحقیر همین مقامات ترک کردند و گناه همین جوان و دیگر جوان ها اون است که اینها از وطن نگریختند، در وطن باقی ماندند و به مانند این بچه ها امروز در وطن بسیاری از جوان ها زیر تیغ امین به گفت اینها حکومت کنستیتوسیونی قرار دارند و ببینید این حالت از کجا رو؟ سال پیش یک کارمند پروکراتور که از دیگر منطقه البته همه اینها از دیگر منطقه به اونجا سفربر میشوند، یک کارمند پروکراتور به یک دختر محلی دست درازی میکنه، گپ میپرد، دست درازی میکنه و باعث برخورد، باعث اعتراض مردم این ناحیه می شود و مخصوصا شهرچه روشقله که اون چند اون رو شورای دهات میگویم و چند قشلاق در بر دارد، چند دهه رو در بر گرفته است و همین مردم به میدان میریزند و همین جوان یکی از فعالان میشود. خیلی فعالانه خب در این تظاهرات شرکت میکند و با میانجیگری و با تشبس رئیس سابق ولایت یادگار فیضوف که همه امروز از او تحسین میکنند، لیکن من جای تحسین را اینجا نمیبینم. چرا که چون اون وقت گویا قضیه حل خود را یافت یعنی به موافقه رسیدن، قضیه حل خود را یافت و ببینید
حکومت کنستیتوسیونی خیلی بیرون از قانون عمل میکنن. گویا همان روز ساعت به خاطر نمیدونم کدام چیزه هم رئیس ولایت رو فریب کردن، هم دیگر همان روز ساعت جمع شد مردم تجمع کرده رو فریب کردن که تمام وضعیت با همین یعنی پرونده ها شده نشدن، این طرف و اون طرف دست دادن، چون که از اون طرف جنایت اول از اون طرف شد، این طرف پاسخ دادن، این هم قانون ویران کنی بود و گویا مساوی کردن و هیچ کس به هیچ کس دعوا نداشت. امروز که بعد از سر قدرت رفتن یادگار فیضوف، رئیس نایه روشقلعه، پروکراتور ولایت، پروکراتور نایه، این پرونده که آنها او وقت علاقه پرونده رو کشودن، کاغذ رو جور کردن در یک پاپ که ماندن در سیف ماندن. امروز پروکرور نو آمد او کاغذ رو کشود، چون این پروکرورها در اینجا سوم کار کردن میرن، با اون معاشی که پروکرور و ملیسا دارد از یک منطقه به منطقه دیگر کار کردن هیچ کس نمیرود. اونجا پول خانه دادن در کار، پول باز در بدخشان از همه برق گران قیمت گران ارزشتر ما داریم. همه این با اما معاشی که این پروکرور چه او خب بازرس دولتی اتومبیلی و دیگر از مرکز به اینجا سفربر شدند، البته که روزشون نمیگذرد، باز به خانه روان کردن در کور به کودک و چولکشون. برای همین اینا اینجا بیزنس است، یعنی خب اینجا پرونده است، پرونده این پول است. برای همین این پرونده رو خیزوندن و رفتن به سری خب این جوان و چه واقعه اونجا رخ داد، چی شد که او را به قتل رساندن و امروز علاقه در بدخشان تمامی خب علاقه قطع شده است، اینترنت محدود شده است. خب دیگر اونجا حاضر تظاهرات در مرکز خروق است و اینها میخوان همین به همین طریق میخوان بعضی از آدما میگن میخوان آخرین منطقه مقاومت را شکست دهند، بعضی دیگر دلیل میارن. ببینید خیلی که من گفتم این همین خیلی پرونده ها در بدخشان ما زیاد داریم، چون که هر تظاهراتی که شده است، هر اعتراضاتی که مردم جوانان بدخشان مردم بدخشان کرده است او ثبت است، اون نوارها ثبت شده و اون نوارها در دست مقامات هست و کی وقتی که خواهند از اون نوارها استفاده برده. ببینید از سال 2018 تا 2020 چقدر جوانها را اینها به زندان بردن، چقدر جوانها با جزئی ترین اتهامات اونا را گرفتن به زندان بردن. و خب باز یک واقعه دیگر رو به خاطرتون میارم. 2014 بود، یک رهبری همین گروه جنایتکار، من همین وزارت کارهای داخلی رو گروه متشکل جنایتکار میگم، یک رهبر همین گروه متشکل جنایتکار که نظاموف نام فامیلش بود، جنرال نظاموف یا ناظموف بود، در ناحیه روشن یک بیدادگری کرد و بنده نیز همان روز و ساعت در ناحیه روشن رفتیم، قضیه رو از نزدیک شناس شدیم. او جوانها همهشون عریضه دادند از بالای همین جنرال. این جنرال واقعا اونجا خیلی چیز مناسبت دغل با مردم محل کرده بود و علاقه معلوم بود که پورا میتوان این مردک رو همان روز ساعت میشد از وظیفه آزاد کرد، ولی همان روز ساعت همه بدخشانیان زادگان ناحیه روشن رو
از مرکز سفربر کردن به نایه. اونجا همین خیل مصلحت کردن، به مصلحت مسئله رو بود کردن. بعد اون تمام همون بچه های فعال در مدت چند ماه همشون زندان رفتن و 2014 اخیرا همین گنرال در خروخ مردم را زیر تیر قرار داد و چقدر مردم به شهادت رسید و او را گویا از ولایت، از ریاست کارهای داخلی آزاد کردند. بعد چند رحمانوف با دست خود به او عنوان غیر نوبتی بلندتر میکرد، آرد میکرد و او را بالاتر تعیین میکرد. یعنی مقصد گپم چی است؟ این همش با فرمایش از همه بالا میرد و مردم ما، مردم سودلوی ما برام باورن که رحمانوف خوب است. این کدام یک قوه سیوم است که همین کار را به خاطر بر ضد مردم رحمانوف شوراندن مردم میکند. همین خیلی افسانه ها حاضر باور دارم که در خروخ پهم میشوند که این کدام گروه سیاکار سیوم است در داخل حکومت. اون را به گفت روسا در اونجا باز پارتی وینی میگن. گویا اینها کسانی هستند که میخوان رحمانوف یک دشمنی دارند و همین کارها را انجام میدن که این افسانه را فراموش کنید. این رژیم با این مردم دشمنی دارد و این دشمنی خاتمه ندارد و زیاد جوانا همین خیل اون پرونده هایی که گویا حل شده بودن، مثال پرونده یادگار در روشون، دیگر پرونده هایی که در خروخ و در روشقلا و در هر منطقه دیگری که در دوره ریاست یادگار فیض گویا اونها حل خود را یافتن. باور نکنید به این افسانه. اینها همین خیل پرونده سازی میکنند. حاضر باز شما اعتراض کرده، مردم بدخشان خیست اعتراض کرد، اینها باز در بالای همین اعتراضگران پرونده جور میکنند و اگر امروز و پگانه باز بعد 2 سال دیگر یک پرکرور نو می آید، این پرونده ها را باز می بردارد و مردم را باز به جوابگری می کشند. از این خاطر خب الان طبق اطلاعی که ما در دست داریم حدودی 7 نفر زخمی داریم و 1 نفر به شهادت رسیده است و اینها در چه رقم و در کجا و بسیار بعد است که رسانه‌های خبری بسیار وقت از بروسی اگر گویم پرستریلکا میگویند. پرستریلکا یعنی از 2 طرف تیراندازی میشه. حاضر که در خروق آمدند و همین مردم با میت در خروق آمدند پیش اداره کمیته دولتی امنیتی مغل برداشتند. کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی به آسمان یا در سر و بالای اونا تیر خالی کردند و این رو هم رسانه های خبری ما گرفته پرستریل که گفته میتیند که این به فایده همین مقامات است که یعنی ما آتش جوابی کشودیم. پرستریل که نبود. در 2014 هم پرستریل که میگفتن اونجا راستریل بود، یعنی از یک طرف تیر خالی کردن بالای مردم. یگان به گفت اینها پرستریل که نبود. امروز هم از یک طرف تیر خالی شده است و اینها 1 تپانچه با 5 تیر را یافتند و این 5 تیر را شاید 6م تیر را حاضر بهانه میکنند که او بچه خودش رو کشته است. اینا وی زخم کردند و او پیستولتش گرفته است، در سرش تیر زده است. باور کنید آخران لگندشون همین میشود که
همون پیستالتی که گویا او بچه داشته است خودش رو پرونده. ببینید پروکراتور گنرالی در ساعتهای اولین درگیری حرکه افسانه خود را دارد و میگه که خب اونجا یک نفر مسلح بوده است و اینها آمدن نفر مسلح را به ضرر کردن و همین خیل ما را از سال 2006 به این سو اینها به ضرر کردن دارن. از همین خاطر میخواستم به تمام شهروندان تاجیکستان مراجعه کنم که این افسانه های مقامات را پروکراتور و دیگر نهادها را گوش نکنه. این افسانه بیش نیست. در اینجا یک خودسرانه یعنی یک برخورد خودسرانه مقامات نسبت این جوان رو داده است و این را به شهادت رساند. من امیدوارم که مردم بدخشان نمیگذارد که این جنایتکاران در لباس نظامی از جوابگری آزاد شوند و اینها را به جوابگری انشاءالله باید ما بکشیم. تشکر زیاد که در برنامه ما اشتراک میکردید آقای علی و یک سوال داشتم. شما این حال گپ زدید که اظهارات پروکراتور گنرالی یگان جای واقعیت ندارد، چطوری که با سخنان خود مقامات گویند یگان واقعیت ندارد و در اونجا درباره زخمی شدن اون گپ میزنند. حالا که ما دیدیم که این کس زخمی نشده است ولی وفات کرده است. مقامات نمیگوید که در کجا وفات کرده است این شخص. و شما درباره اون هم قید کردید که مقامات علاقه به حکمی برآورده سود برای جنایتکاری اعتراف میکند. این غیر قانونی است، غیر کانستیتوسیونی است، چون که یک معیار کانستیتوسیون هست که هیچ کس تو با قوه قانونی در آمدن حکم سود هیچ کس رو ممکن نیست جنایتکار بکنه. این رو هم اظهارات پروکراتور گنرالی کرده است، یعنی که اگر آدم از کوچه نه اون آدمو یوریست کردن و درباره که گویا او در کوفتوکو بود و سوال من محض در همین هست. میخواستم برای تماشاگران یک روشنی اندازه چخیلی که پروکراتور گنرالی اظهارات داد این حادثه ها اولی سال 2020 رخ دادن در افغان گرفتن. بله هم خیلی. پس چرا از 2020 سال تا حدود تقریبا 2 سال بشود این آدم در کوفتوکو بوده است، او را دستگیر نکردن؟ همین حادثه گروگان گرفتن و لطوکوب کردن همون یاردمچی پروکرور چخیل میگذاشت، چخیل پرونده آغاز شد، این پرونده چخیل قطع شد و قطع نشد. با این آدم گفتن که برو تو آزاد هستی یا چی؟ یکون معلومات در آن شخص در تاجیکستان بود یا که نه؟ در حقیقت در کوفتوکو بود یا در آنجا یگان کس گروگان گرفته نشده بود، اما یاردمچی پروکرور نوتعیین یک ماه به او نشده او دست درازی میکند به یک دختر محلی و این جوانها به اعتراض میبرایند و در همانجا رد و بدل ها می شود و شاید در کوفتند یا یگان چیز دیگر. یگان حرکتی به گفتی کودکس جنایی حرکتی خولیگانی چی بود با تاجیکی اوبوشی کرده باشد. و ببینید دقت کنید در همین جو دقت کنید در جستجو در پیگرد قانونی که چخیل قرار گرفت. اما روز ساعت برای یادگار فیضو اینا آمدن، اما یاردمچی پروکرورم جنایت کرد، جنایت دارد و اینا مردم طلب کرد که اونها جوابگر شوند، جواب باید اقلا از وظیفه آزاد شود. این طرف هم خیلی در اعتراض شاید کمی علامت های اوبوشی بود. هر دو طرف حقوق ویران کنی صادر کردن و آمدند و خب به مصالحه رسیدن. این در حتی در یوریسپرودنس همین است. طرف ها به سازش آمدن که ما دعوای خود رو از یک دیگر دعوا میبردیم.
از یک طرف دعوا را برداشتند آرام شدند از طرف دیگر این بچه به حضور گشت و گذار داشت یعنی در خروج بود در بدخشان بود فقط اینها تو از سر قدرت رفتن یادگار فیض و فمان وعده ای که بود همین حتی خبرم نکردن که همین خیلی پرونده داریم بالای همین فلانی همین خیلی پرونده ها زیاد دارند بالای خود من پرونده از 2010 کشاده شده بود لیکن من در تاجیکستان یعنی پروکراتورا با دروغگویی سر کرد این از ابتدا بله این معلوم در اینا یگان بار پرونده ها رو تا سود نرود و سود قرار نبرد من هنوز در تاجیکستان بودنم به جوانها همیشه میگفتم که با پروکرورها باور نکنید پروکرورها از بسیار واقعا جنایتکار در ما جنایت اساسی اوبوشی و همین خیلی جنایت ها هستن واقعا قانون ویران کنی شده است واقعا جنایت کرده است و جنایتکار رو پروکرور با جنایتکار سازش میکند از اون پول میستاند و میگه دلت رو محکم میکند اینا هم داده میشوند پول میتیند او گویا دل محکم میکند من همیشه میگفتم اینا دروغ میگن اینا دلت میخوابانند بعد این پروکرور که میرد پروکرور دیگر میاد او دل را میبردارد تو باز پرابلم پیدا میکنید در پروکراتورا دل را همین خیلی کار نکنید شما دل را تا سود نبرید و سود قرار بیعیبی شما رو نبرورده است شما همیشه همون شمشیر در بالای سرتان است و همیشه شما زیر بار همون جنایت حتی چیز میگن سرک دو است همون هم در این خلالت ها قبول نمیشد مثال من یک میده اوباشی صادر کرده باشم و از قانون گریخته باشم رفتم رسیه و 10 سال گم و سرک دو نستیش 5 سال است من بعد 10 سال بیایم باز جواب میدم یعنی اینا باز این بچه رو باز خودشون چند بند جنایت رو بالاش اتوماتیک بار کرده می شود چون که این از قانون گریخته است یعنی از مقامات گریخته است در حالی که این گریختگی نه این خبر نبود است که بالاش دیده است و همین خیلی حد حدود شاید 1000 جوان در بدخشان است که بخبرند که دیده داره یعنی که از اظهارات همین پروکراتور گنرالی ما میفهمیم که نسبت به این آدم پرونده جنایتی آغاز کرده شده بود است 2020 بله همان مسئولیت‌ها در اساس همان درگیری 2020 پرونده کشیده شده است اینا هم یادگار فیض و فریب کردن هم همون دیگر مقامات ها را همه را فریب کردن هم این مردم نایه راشقله را فریب کردن که تمام قضیه از بین لیکن خودشان همون دل را پچیف که کرده موندن پس بینید پرونده از نو آغاز می شود پروکرور نو میبید در اشکالا پرونده را از نو آغاز می کند و درخواست می نویسد با مقامات میلیسیا با کارکنای اپراتیوی و کلون روزیست گفتگوی جنایتی که همین آدم گپ در این است که سوالی من در همین است آیا اگر دانند که همین آدم در همین جا هست یا اونجا نرفته است چرا ممکن نبود که او را با دعوتنامه دعوت کنند آیا حتما باید رفتن در کارگاه انا دعوتنامه روان کردن خودش آگاه کردن است که دیله داری پرونده داری و این واکنش دیگری میکند یعنی باز همون مردم به میدان میریزد که شما ما را فریب کردید و باز برای اینها مشکل ساز میشود برای اینها خوبترش همان جنایت همان گمانبر را واقعا مجبور کنند جنایت کنند امروز همان بچه را مجبور کردند که شاید او مشت و لغت قطعی ضدیت کرد شبهناک نمیتواند کارمندان میلیسیا او را با نه شبهناک نه
نه و مصالحانه مقابلت میکنه آزر یعنی بیست که وای در میلیسیا میکشن آزر بیست و در میلیسیا مقابلت میکنه کاش که میلیسیا میرفت چرا با پرونده ای که پروکراتور باز کرده است برای بازداشت میلیسا نمیرود و کگبه میرود کمیته دولتی امنیت ملی شاید بر کماندان میلیسیا محلی باور نداشته باشند محض برای همین که در میلیسای محلی مردم تجایی کار میکنن محض به خاطر همین که گبه رو روان میکنن که در کمیته دولتی امنیت ملی تقریبا مردم تجایی کار نمیکنن من گفته استادم که در بدخشان تمام مردم بومی بدخشان یک گروه متشکل جنایی شده رفته است برای مقامات و همون باید اگر برای به گفت اینا زادرجان می رفتن برای بازداشت کردن باید ریاست شعبه کارهای داخلی ناحیه راشقلعه می رفت که در آنجا اکثر مردم اکثر همون شعبه کارهای داخلی شاید حتی خبرم نداشت که این بچه باید بازداشت شود اونا خبرم نداشتن که بالای این دل است باز یک چیزی که مرا و تماشابینان ما رو خواننده های همین خبر و شبهه می آورد سوال برمیان میاد وقتی که دستگیر کنی میروند آدم رو برای دعوت کردن و پرسپاس بودن و با او تیر خولی میکنن با او میکشن ما دیدیم در ویدیو که او زنده نیست مرده است در مورد همون جراحتی همون چی گفته میتونید و تیر در کجاش بوده است همین تیر در سر تیر در پیشونیش همون تیر پیشونی رو با همین افسانه ای که پروکراتور جنرالی عذر نشر کرده است با همین افسانه من حدس میزنم که همون تیر رو بالای خودش بر میکنن که ما آمدیم برای بازداشتش او خود رو خودش پرد به خاطر چی؟ پیستالت تپانچه 6 تیر دارد مکر 6 تیر دارد اونا یک تپانچه با 5 تیر افتن معناش چی؟ معناش که یک تیر خودش با استفاده بود ولی مقابلت رو پس چخه نشان داد مقابلت رو چخه نشان داد این به اونا علاقه مهم نیست این هم نه آیا نمیشید که همین آدم در پایش زخمی کنن در بدنش زخمی کنن اگر یک تپانچه در دستش باشد و وضعیتی که نسبتی در بدخشان همین وضعیت نازکی که است او را میشد با همون یک تپانچه تا اگر مقابلت نشان میداد او را میشد بازداشت کرد او را میشد رنگی که خب ببینید در کلوب بر ضد لنگوریفو بر ضد حکومت سلاح برداشتن نه سال 2011 بود نه او را محاصره کردند و زنده او را گرفتند مقصد کشتنش نبود ببینید مقصد کشتنش نبود چون که از کشتن او میترسیدن از اعتراض مردم کولاب از کشتن این جوان نترسیدن از کشتن در منطقه رشت طویلدره بدخشان از کشتن نمیترسن چی مقصد دارن؟ ترسانیدن یا که یکم ترسانیدن دویم امان آدمی که اونجا است من گفته ایستادم اینا اجنبی هست آدمی که در اونجا است او بیگانه است جوان 30 ساله او بیگانه است او مادر ندارد او خواهر ندارد او پدر ندارد او دارد هم پروای غم اونها را آن ندارد میفهمید اینها در سال 2014 باز همین خیلی پروکاسیا خودشون کردن همین کگبه خودشون کردن پروکاسیا و از بالای کگبه همین خیلی از تریزه که سیدکه دارد بچه های بیعیب رو در سر رو تیرباران کردن و یک نفر رو کشتن 2 نفر رو زخمی کردن به خاطر چی؟ به خاطر اون که در اونجا یک مردم بیگانه است از یک رو تیر زنی هم هیچ پروایی نداره در کلاب آمدن در حالی که از اون طرف هم تیر خالی میشد
مقابلت نشان داده میشد، لیکن محاصره کردند و با هر رای نباشد یک نفر اونجا به قتل نرسید و اونا را آوردن چیز کردن، زندان کردن. و از همین خاطر با یک سوال دیگه، ما همین گونه دستگیر کنی آغاز کردن همین کفتوکا و دستگیر کردن همین جوان رو شما با تعیین رئیس نوی ولایت که خودش کارمند امنیتی هست اون حالا کمان میکنید؟ من در مصاحبه هم گفته بودم به رادیو آزادی که یادگار سبب از وظیفه برکنار کردن یادگار فیضوف، من گفتم که یادگار فیضوف رو به خاطر همین بورانی بین مرکز و بدخشان رئیس موندن و امروز اینا باور اعتماد حاصل کردن که دیگر به میانجی ضرورت نمانده است، به یادگار فیضوف دیگر ضرورت نیست، کسی در کار است ما با زور او را رام میکنیم، کسی چیز نکرد اطاعت نکرد ما زور کافی داریم که دیگر به گفت و شنید و مکالمه نیاز نداریم، دیگر از زور استفاده میبریم و این یکم حالتی بود که همین مقصدشون رو پیاده کرده ایستادن. خب به فکرم با همین برنامه رو همین آخران یک سوال دیگر میدادم بعد هم برنامه تمام میکنیم. شما چی پیشگویی ها دارید در همین حادثه، یعنی که با فکر شما چی میشود دوام همین حادثه و چی باید کرد برای مردم؟ خب امیدوارم که عقل سالم پیروز می شود. در اینجا میدانید چه است، در بدخشان تا اون دمی که وضعیت حربی، وضعیت فوق‌العاده از بین برده نشود، یعنی اون پست های نظامی که در شهر خوروغ و درآمدگاه تمام ناحیه ها گذاشته شدن از بین برده نشوند، تا اون دمی که اعتماد به این مردم کرده نشود، تا اون دمی که این مردم با همین داغی که به اینها گذاشتن، داغ جنایتکار و خب نشأمند و اینا تا از بین نبرداریم، ما در بدخشان همیشه هر بهار و تیرما دچار چنین بدبختی ها می شویم و خدا کند که عقل سالم پیروز آید و این جنایتکاران در پوشش نظامی باید به جوابگری شدیداً به جوابگری کشیده شوند. از سال 92 تا به همین روز شروع کرده از نظامیان روس و اسنگه و امروز نظامیان رحمانو چقدر بدخشانی را نکشتند، یگان نفر را بدخشانی ها شاهد نشدند که یگان نفر به جوابگری کشیده شده باشد. در سال 2012 در اون پاسگاه ناحیه شغنان که 2 جوان را کشتند، ما شاهد نشدیم که قاتل آنها به جوابگری جنایی کشیده شده باشد. در 2014 همون قدر آدمایی که کشته شد، در روز اول 3 نفر کشته شد، بعد باز 2 نفر دیگر کشته شد، آخران در یک ماشین در مرز، در حدود مرزی با افغانستان در برآمدگاه شهر خوروغ به طرف ناحیه اشکاشم 2 جوان دیگر تماما بی‌عیب، تماما به یگان چی دخالت نداشته از بین برده شدند و یگان بار ما هنوز ندیده ایم که به خاطر قتل بدخشانی ها کدام کارمند مقامات به جوابگری کشیده شده باشد و حتی یک بازرس یا یک ملیسه سرخوشی که باعث
قتل یک خواهر شد در یعنی با ماشین زیر کرد وای پرید در آب در کانال خروق غرق شد. یک نفر بود یا دو نفر. باز او زن باز عامله داشت، عامله بود، دو کودک در بطن داشت و به خاطر امان مردم باز اعتراض کردند، مردم خستند به اعتراض، باز همون گناهکار، همون جنایتکار باز به جوابگری کشیده نشد. ما شاهد آن نشدیم که او به جوابگری کشیده شد، لیکن آنهایی که اعتراض کردند به جوابگری کشیده شد. از بین آنها باز 2-3 جوان دیگر زندان رفتند. ببینید انا خیلی دیگر آیا ارتش نیمسای فاشیستی در قلمرو بلاروس و اوکراین به همین شیوه خود را به همین شیوه مناسبت با آن مردم میکردند یا نه؟ من شبهه دارم که تا همین درجه اونها با مردم تاجایی مناسبت داشتن که امروز اجنبی های ما با مردم بدخشان همین خیلی مناسبت دارن. خب تشکر از دقتتان. خب باز خدا خواهد شاید از فیسبوک خودم هم یک پخش مستقیم با زبان شغلی کنم و انشالله نیت دارم پگاه از کانال پیمان ملی تاجیکستان هم یک برآمده در این موضوع کرده باشم. حالا شما را به خدا میسپارم. خدا یار و مددگار همه ما و شما باشد. Cioè, non è detto, ci sa che non è molto di corso più molto per